سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزان، آشنایان، همکاران و همه سلام عرض می کنم. سجاد جلالی هستم و امروز یک مناظره با آقای خر داشتیم. عرض می کنم خدمتتون. روزی به رهی مرا گذر بود، خوابیده به ره جناب خر بود. از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. گفتم که جناب در چه حالی، فرمود که وضع باشد عالی. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو و بعد از این صفا کن. گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خویش را دوا کن. خر صاحب عقل و هوش باشد، دور از عمل و هوش باشد. نه ظلم به دیگری نمودیم، نه اهل ریا و مکر بودیم. راضی چو به رزق خویش بودیم، از سفره کس نان نربودیم. حالا اینجا خر دوباره داره چی میگه؟ میگه دیدی تو خری کشد خری را، یا آن که برد ز تن سری را. دیدی تو خری که کم فروشد، یا بهر فریب خلق کوشد. دیدی تو خری که رشوه خوار باشد، یا بر خر دیگری سوار باشد. دیدی تو خری شکسته پیمان، یا آن که ز دیگری برد نان. خر دور از قیل و قال باشد، نارو زدنش محال باشد. خر معدن معرفت و کمال است، غیر از خریت ز خر محال است. تزویر و ریا و مکر و حیله، منسوخ شده است در طویله. گفتم که ز آدمی سری تو، هرچند به دید ما خری تو. بنشستم و آرزو نمودم، بر خلق خویش رو نمودم. ای کاش که قانون خریت، جاری بشود به آدمیت. تشکر، ممنونم.